درود و وقت بخیر. به راهبرد با من حسینا قریشی خوش آمدید. طالبان و دردسر ناامنی افغانستان. در این روزها در کنار موضوع بلند شدن پرچم مقاومت در بخش‌هایی از بدخشان و در اختیار گرفتن کنترل دو ولسوالی از سوی مردمان خشمگین در نورستان، انفجار مرگبار در غرب کابل خبرساز بوده و نگرانی‌های گسترده‌ای را به همراه داشته. با آنکه طالبان رویدادهای بدخشان و نورستان را رد می‌کنند، اما پرسش‌های اساسی اینجاست که آیا واقعاً تحرکات در بدخشان و همسایگیش نورستان شکل گرفته است؟ آیا طالبان در حال از دست دادن کنترل امنیتی اند؟ و در نهایت در کنار عدم مقبولیت داخلی و مشروعیت جهانی، حوادث امنیتی افغانستان را به کدام سمت می‌برند؟ برای بحث روی این موضوعات آقای دکتر عزیز بارز، دیپلمات پیشین و آگاه روابط بین الملل، و آقای راز محمد شیرزاد، یکی از حامیان طالبان را با خود داریم. میهمانان گرامی خوش آمدید. آقای بارز، بحث با شما آغاز می کنیم. خب شما رویدادهای مرتبط به افغانستان و ویژه بدخشان را مو به مو دنبال می کنید. بر ما بگویید که اطلاعات شما از بدخشان و نورستان حکایت از چی می کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و مهمانان برنامه و مخاطبان ما در آماج. خب اما قسمی که شما در جریان هستین، حوادث اخیر نشان داد که طالبان ظرفیتی برای دولتداری ندارند. ما باید این خیلی روشن و واضح به مردم افغانستان بگوییم که جنگیدن یک ظرفیت میخواهد و دولتداری ظرفیت دیگر. طالبان و سایر گروه‌های دیگر در افغانستان خوب جنگیدن، اما ظرفیتی برای دولتداری هنوز اینا از خود نشان ندادن. به همین دلیل پله‌های مشروعیت را نه در موضوعات داخلی نه در موضوعات بین‌المللی تعیین نکردن. و علاوه طالبان فکر میکنن که اینا فاتحان اصلی افغانستان هستند و این کشور را غنیمت خود میدانند و شهروندان افغانستان را گوسفندانی که به غنیمت گرفتند. موج نارضایتی هم قسمی که در کابل در همه ولایات اوج گرفت. این بار ما شاهد بودیم که در 6 ولسوالی بدخشان مردم قیام عمومی کردن علیه طالبان. آقای مجاهد، یکی از فرماندهان سابق ارتش که سالیان قبل به صف نیروهای طالبان پیوسته بود، بی‌عدالتی اینها را که می‌بینه با 150 نفر از نیروهای تحت امرش میره و به کوههای یفتل بالا در ناحیه جلغر ساکن هست و بعد از او در ولسوالی های راغستان ها، در شهر بزرگ، در شیوه، در کرانمنجان، در همه این ولسوالی ها که مجموعاً 6 نقطه میشه، مردم مسلح هستن و علیه طالبان می جنگن. ولسوالی یا ناحیه شیوه که مربوط ولسوالی اسمش فراموش کردم، این ولسوالی رو بعداً خدمتتون میگم، میباشه کاملا از تسلط طالبان بیرون شده و فعلا در تسلط نیروهای ضد طالبانی هست. علاوه بر این ما شاهد بودیم که در چند روز اخیر در اثر آدمکشی طالبان، یعنی طالبان یکی از شخصیت‌های مطرح ولسوالی مندول را که فرمانده سابق امنیه بوده و از شخصیت‌های بسیار مطرح و مردمی این منطقه به یک مجلس می‌خواهند، در جریان مجلس ایشان را بی‌رحمانه لطوکوب میکنند. بعد از لطوکوب چند روزه ایشان را تیرباران میکنند و بعد از این حادثه مردم مندول قیام عمومی کردند و این ولسوالی کاملا سقوط کرد. و تعقیبش هم ولسوالی دوآب سقوط کرد که دیروز ما در توییتر در این مورد گسترش ادامه مقاومت در بدخشان و نورستان یک برنامه داشتیم با حضور 2 کارشناس از نورستان و بدخشان. آخرین اخبار از نورستان میگه که ولسوالی دوآب دوباره به تصرف طالبان در آمده و ولسوالی مندول هنوز هم
داره به مقاومت ادامه میده. یعنی درگیری ها هنوز جریان داره، درست؟ از درگیری ها خبری در نورستان نشنیدیم. حداقل بدون درگیری این ولسوالی فعلا در اختیار نیروهای مردمی و پسران فرمانده سابق امنی مندول هست که توسط طالبان به قتل رسیدند. در بدخشان بله درگیری ها هست و تا حال 3 حمله ای که طالبان در نقاط مختلف کردن، خصوصا در راغستان و در شیوه، هر 3 حمله شکست خورده. تلفاتی که از به طالبان وارد شده آمار ضد نقض داده می شود، ما بین 17 تا 30 نفر. اما یکی از فرماندهان نیروهای طالبان اخبار قطعی میرسونه که در این جنگ کشته شده و یکی هم زخمی هستند. جهان سپاس. آقای شیرزاد، شما حرفای آقای بارز را شنیدین. اونا گفتن که در ولسوالی‌های بدخشان حالا مردم مسلح هستند و در مقابل طالبان می جنگند، ولی و اینا گفتن که طالبان همچنان تلفات داشتند، ولی طالبان این موضوعات رد میکنن. شما به عنوان یکی از حامیان طالب موافق حرفای آقای بارز هستین؟ سلام بر شنوندگان محترم و با کارمندان امواج. اصلا دکتر صاحب من نمیفهمم که دکتر صاحب از کجا می معلومات گرفته تا به حالی که ما خبر داریم در بدخشان حتما یک ولسوالی در یک جای مشکل است، ولی به قدر نیست که ما او را بگوییم که ولا در بدخشان جنجال رخ داده که خدا نخواسته برای حکومت کنونی کدام مشکل ایجاد کنند. یعنی در یک کنج کنار شاید یک کسی 1-2 نفر یا 20 نفر همین مشکل ایجاد کرده باشه و هم تحت کنترل است، هیچ مشکلی نیست. در بدخشان و در نورستان خود شما میفهمین همین حال. همین روز ما خبر داریم از نورستان که در نورستان بر اثر قماندان بهرام خان که یک موضوع رخ داده بود، مشکل ایجاد شده بود از طرف قومیایشان، از طرف هواداران که پیشتر از اندیولایشان بود، ولی امارت اسلامی افغانستان به او رسیدگی کرده. همین روز شما ویدیو را ببینید که از اونجا نشر شده، از خود ولسوالی مندول و دیگه ولسوالی که نشر شده و برای مردم گفته که اینجا هیچ مشکلی نیست. یعنی به حیث ثبوت از اونجا ویدیو هم نشر شده. متاسفانه بعضی مردمای ما با ویدیو اکتفا نمیکنه، ولی کسی چیزی که شنیده بازو با سریزو او را به حیث یک ثبوت برای ما شما معرفی میکنه. در هیچ نقاط افغانستان همین حال جنجال مشکل نیست که برای امارت اسلامی افغانستان یا برای نظام کنونی افغانستان مشکل ایجاد شود. ما دقیق خبر داریم از این چیزا. حالا اطلاعات شما از وضعیت نورستان و بدخشان به اساس چیست؟ یعنی شما این نرمال است. بیخی بدخشان نورستان خود بیخی نرمال است، هیچ مشکلی نیست. همین اطلاعات شما از کجا به دست میارین آقای شیرزاد؟ ما اطلاعاتیم از اندیولای ما است، از حکومت کنونی هستند، چون مرجع معلومات حکومت کنونی است و نظام کنونی است. از اینجا ما معلومات دارم، شما معلومات دارید، ولی کسی که معلومات قبول نمیکنه باز او میگه که مشکلات است. ما معلوماتی که داریم از نظام کنونی داریم معلومات. درست. آقای بارز، شما حرفای آقای شیرزاد شنیدین. خب حالا که طالبان گزارش ها را هم به اساس می نامند و به یک گونه همیشه میگویند که جنگ یک جنگ رسانه‌ای است، در این مورد شما چی میگین؟ این سیاست انکار را که طالبان پیش گرفتن این نشان دهنده ضعفشان است و یا واقعا یک استراتژی اونا است؟ تشکر، سوال خوب را مطرح کردین. ای کاش شما که از سخنگویان رسمی طالبان را دعوت میکردین که مسئولانه با من صحبت میکرد. آقای شیرزاد من خیلی احترام دارم که از حامیان طالب هستند و برام جالب است که چطور اینا حامی طالب هستند که در غرب نشستن و در سنگر می بودن در کنار اونها. از این بحثا بگذاریم. یعنی دکتر صاحب کسی که در غرب است باید در سنگر بشینه، در مقابل طالب باید جنگ کنه. خب اجازه بدیم اول آقای بارز حرفای خودنا تمام کنن، بفرمایید. میخواستم میره بگم که اول واژه حکومت یا نظام به اینا اصلاح کردنش از نظر حقوقی واژه درست نیست. ما حقوق خواندیم، اینا نه حکومت شدن نه نظام. طالبان اینا خوب جنگ دادن اما نتونستن حکومت تشکیل بدن. به همون دلیل نه مشروعیت داخلی دارن نه پله های مشروعیتی بین المللی طی کردن که ما به اینا میشه که اداره سرپرستی که در اثر یک جنگ آمدن اسمشان بگذاریم. دوم
خود سخنگویان طالبان هم تا یک هفته قبل جنگ پنجشیر و اندراب و خستفرنگ را انکار میکردن. ما در حالی که خبر داریم که اونجا مقاومت ادامه داره و تلفاتشان هم آفتابی هست که تلفات بسیار سنگین دارن در پنجشیر. انکار کردن جزی پالیسی اداره سرپرست کابل هست. حالا حامیانشان هم باید اون را تعقیب بکنن. ما گلایم نداریم که اینا بیان مثل شهروندان امروزی واقعیت‌های افغانستان را اعتراف کنن. اینا تعقیب میکنن آنچه را که طالبان در افغانستان پیش میبرن. واقعیت امر است که گیرم که در بدخشان، در نورستان و در جاهای دیگه افغانستان طالبان قادر شوند این اعتراضات مردم را، قیام مردم را یا مقاومت مردم را سرکوب بکنن. این به معنای ختم پروسه نیست. طالبان مشروعیت ندارن ظلم و تعدی و تجاوز به اکثریت مردم انجام میدن. هر لحظه امکان بروز مقاومت جدید هست. اما میخوایم یک نکته را بگویم که واضح و روشن شود. ما نیاز نداریم که به کسی تبلیغ کنیم. یک آدم مستقل و آزاد هستیم و یک زادگاه ما بدخشان است. بحث جداست. من دقیق خبر دارم که در این 6 نقطه که من خدمت شما گفتم جنگ جریان داره و حملات درست این جوابتان گرفته بودیم. آقای بارز، حالا که فرمانده تاجیک تبار بدخشان از طالبان جدا شده و خیزش‌های مردمی هم در نورستان وجود داره، به نظر شما این بیانگر چیست؟ بیانگر عمق نارضایتی داخلی و اختلاف داخلی طالبان هست. حالا ما شما میدانیم که رئیس استاد ارتش طالبان بدخشانی است. فرمانده قوای هواییشان طالب بودن، از بدخشان بودن. لوی سارانوالی از اینا از بدخشان هست و یک وزیر دارن از بدخشان. این بدخشان در میان ولایات تاجیک تبار بیشترین طالب را داشت. ولی دلیل اینه که چرا اینا قیام کردن دقیقاً برمیگرده به عملکرد طالبان. عملکرد اینها در برابر حقوق زنان، در برابر حقوق انسان، در برابر مسائل دیگری که میدانیم. حداقل اینا لوحه های فارسی را در تمام ولایات فارسی زبان پایان کردن و به جاش یا پشتو نوشتن یا اصلا قبول ندارن زبان فارسی را. اینا همش انگیزه هایی است که برای مردم داده شده و این جرقه های داره به اصطلاح روشن میسازه. چی فکر میکنین ای که طالبان غیر پشتون در ساختار رژیم طالبان یک جایگاه معنادار ندارن؟ فکر نمیکنین همی هم باعث این فاصله میان اونا شدن؟ قطعاً. به علاوه پرسش شما که طالبان غیر پشتون جایگاهی ندارن یا بهتر از بگوییم که صلاحیتی در این اداره طالبان ندارن، در میان خودشان هم طالبان قنداری و رهبری آقای ملا برادر، طالبان پکتیا و رهبری وزیر داخله، اینها بسیار اختلافات جدی دارند که چندین بار به جنگ و درگیری منجر شد. حداقل روی پروسه آغاز تعلیم و تربیت برای دختران افغانستان اینا توافق ندارن. همین طالبان و حامیانشان دختراشان در بهترین دانشگاه‌های دنیا درس می‌خوانند ولی حاضر نیستن که با حقوق اولی دختران افغانستان را که رفتن به مدرسه و مکتب هست به رسمیت بشناسن. ما فکر میکنم که طالبان یک گروه جنگی هستن که ماهیت تشکر آقای بارز. خورد قومی انجام میدن با مسئله. با شما باز برمیگردیم. تشکر. آقای شیرزاد، از شما میخوایم بپرسم که حالا شما چی میگوین این نارضایتی فرمانده طالبان در بدخشان و این خیزش‌های مردمی به نظر شما چی نشان میده؟ آقای بارز میگویند که این نارضایتی مردم نشان میده. شما ببینین در دایکندی و در بامیان هم یک نفر از اونا نارضایتی داشته بودن و باز از خود مردم دایکندی و بخیالم از بامیان و از بیسود و از مردم باشندگان خود از اونجا او را سرکوب کردن. نه از قندار رفته کسی اونجا، نه از ننگرهار رفته، نه از پکتیا رفته. مردم خود از امو مناطق سرشان استاد شد و امو را سرکوب کردن که اعمال من نمیفهم کجا هستن کجا نیستن. ما پیشتر گفتیم شاید در یک منطقه بدخشان جنجال شده باشه، مشکل داشته باشه، ولی خود مردم بدخشان امیال اونجا هستن. در مقابل اگر باشه مردم بدخشان در مقابلش ایستاده هستند. پس خیر این مردم از کجا هستند که به خود بدخشانی
ولی ما شما که اینجا دکتر صاحب که گفت که والا اینجا در مقابل نظام کنونی و امارت اسلامی مردم تظاهرات میکنه، باز امو بدخشانی که در مقابل همو شخصی که در مقابل نظام هستن، بازو کی هست؟ وام از بدخشان هستن، وام از پنجشیر هستن، وام از بغلان هستن، از خوستفرنگ هستن. خب اینجا بحث قومی نیست، بحث قومی مطرح نیست، بحث یک نظام هستن که طالبان و حکومت اسلامی افغانستان، امارت اسلامی افغانستان از رهبریشان در بدخشان، در خوستفرنگ در مقابل بغاوتگران اینا جبهه گرفتن و او را سرنگون میکنه. ولی مردم خود باشندگان خود در اونجا هستن. پس چی فکر میکنین؟ آیا طالبان در قبال فرماندهان محلی و بومی شان از دید قومی اینا تفاوت قائل هستن؟ ما پیشتر گفتیم اینجا هیچ بحث قومی نیست. یک نفر شاید این افغانستان است، جغرافی افغانستان است. شما ببینین حتما یک شخص پیدا میشه در او قومیت تعصبی که پیشتر داشتن. امو قماندانی که شما اشاره کردین که در بدخشان از پیششان جدا شده، امی قماندان تاریخش اگر شما بخونین پیشتر امرای اینمی جبهه شمال که شما برشان میگن امرای زنا بودن، پس تسلیم شدن امرای طالبان، یک جای شدن، باز امیال پس یک چیز شدن، مخالف شدن. یعنی این قسم اشخاص ادرسش ما قبول ندارم، به خاطر که این نه طالب بود و نه از امارت بود و نه هم از دیگر. یک کسی شاید باشه که به نفع شخصی خود اینا کار میکنه و اونجا مردم به بغاوتگری چی میکنه. حالا شما میگویین که بحث قومیت هم وجود نداره و مردم هم راضی هستن. پس نه تنها که فرماندهان امروز خیلی از مردمان از طالبان روی گشتاندن و در مقابل از اونا استادگی میکنن و برخیستن، پس دلیل از این چی میتونه باشه؟ مثلا ما گفتم برای شما که اگر در دهکندی خود مردم هزاره، برادرای هزاره ما در مقابل همون نفری که در مقابل طالبان استاد بود سرشان خیستن و او را سرکوب کردن، در بدخشان عینی حالت است. یک شخصی که به نمایندگی دروغین قومیت در مقابل امارت اسلامی استاد شده، او را خود مردم بدخشان در مقابلش استاد شده. امیال کی جنگ میکنه اونجا در بدخشان؟ پس به نظر شما هیچ طالبان در هیچ دستی هم نداره، درست؟ یعنی طالبان هیچ تعصب قومی هیچ در نظام و در ساختار خود ندارن. اگر طالبان خود ندارن ولی فرماندهانشون دارن، درست؟ کسایی که اعمال انجام میدن. خب بازم براتون گفتم امو کسایی که شاید یک دو سال پیشتر امرای جبهه شمال بودن، عامل شاید یک مغزش باز همینطور گردانیده که بیاین با نفع شخصی در مقابل امارت اسلامی استاد شود. درست، تشکر. آقای بارز، از شما میخوایم بپرسم که در کناری موضوعات بدخشان و نورستان، حالا انفجار اخیر در غرب کابل، به نظر شما این بیانگر چی است و بر ما چی را میگم؟ خب اجازه بدین قبل از اینکه من به این سوالتان پاسخ بدم یک دو نکته را توضیح بدم به بینندگان شما. یک بحث طالبان هستند. طالبان یک گروه ایدئولوژیک هستند که ماهیت قومی دارن. کسانی میگن که اینا قومی نیستن. برین از 34 وزارتخانه افغانستان ببینین 30 تاش پشتون است با پشتونی طالب که اصلا دانشگاه را ندیده. یک گروه ایدئولوژیک است و ماهیت قومی داره و 4 تا غیر پشتون هم که در کابینه هستن، اینا به اندازه یک رئیس هم صلاحیت ندارن. یک موضوع دیگه که با این کار نمی شود که ما با بحران افغانستان ختم کنیم. دوست مهمان شما از بحث دایکندی یاد کردن. بحث دایکندی که از فرمانده های طالبان بود، چرا در مقابل طالبان استاد شد؟ اون نشانه هایی از بی‌عدالتی بود که او هم حس کرده بود و آدم را هیچ کس سرکوب نکرد. در یک تعامل استخباراتی با ایران از مرز ایران دستگیر شد و با طالبان دادنش که بدون محاکمه در مرز منطقه را اعلام کردن میگرفتن. لطفاً مایکتون رو ببندین وقتی که کسای دیگه صحبت میکنن رو باید رعایت کنین. من در صحبت شما گوش میدم. بحث دوم بغاوت است. کلمه بغاوت به نظر من کاربردش اگر قرار می بود درست باشه باید در 20 سال گذشته با طالبان استعمال میشه، چون حکومت قبلی ما یک مشروعیت نیمبند داشت. طالبان نه مشروعیت ملی دارن
نه بین المللی دارن، نه به مردم و به رأی مردم باور دارن. حالا که به مردم هیچ امکان دیگری نداره، مقاومت یک جریان مشروع هست که در برابر یک جریان افراطی که میخواد افغانستان را در دام گروه‌های تروریستی ببره، از حق مردم دفاع میکنن. بحث انفجار دیروز که شما مطرح میکنید، بله. خب ببینید در 20 سال گذشته این نوع انفجارات را طالبان کردن. در همین منطقه دشت برچی که دیروز بر دانشگاه آموزشگاه فکر میکنم تاج از اگه اسمش فراموش کرده باشم تصحیح بکنین، بله، حمله شد. قبلا در همین منطقه به بیمارستان حمله کردن، به دانشگاه حمله کردن، به کورس‌های آموزشی حمله کردن. این حملات را رسما نماینده طالبان با افتخار مسئولیت به دوش میگیره. کسانی هم که در افغانستان این عملیات را انجام میتن یا طالب هستند یا شریک طالب هستند. 21 گروه تروریستی جهان اعلام کرده که در افغانستان حضور داره و تحت پوشش طالبان است، از جمله القاعده. رهبر القاعده در کابل کشته شد. یکی از عوامل عمده‌ای که طالبان در جهان به رسمیت شناخته نمیشه و حتی توسط حامیانشان حضور گروه‌های تروریستی است در افغانستان که طالبان اعلان شده از اونها حمایت میکنن و سیستماتیک. پس به گفته شما یعنی طالبان توانایی از این دارن که جلوی این و حملات بگیرن ولی اونا نمیخواین؟ خب حالا این که توانایی دارن ندارن باید این در عمل نشان بدن. یگانه به اصطلاح ولی میخواین که جلوی این و حملات بگیرن یا نه؟ میخوایم همین رو بگم. یگانه دستاوردی که اینا بر روی مردم افغانستان و جهان میکشیدن تامین امنیت بود. الان من صادقانه براتون میگم مردم امنیتی فیزیکی ندارن، امنیت روحی ندارن، امنیت جانی ندارن، امنیت اقتصادی ندارن، حتی تحصیل و تعلیم هم از مردم اینا گرفتن. امنیت کجا؟ امنیت شما به چی معنا، به چی تعریف می‌کنید؟ می‌خوایم میره بگوییم که حالا طالبان صلاحیتی را دارن که تامین امنیت کنن یا نه؟ حداقل اینا عملاً از گروه‌های تروریستی که در افغانستان هستن حمایت میکنن و اینا با عنوان شرکای گروه‌های تروریستی در افغانستان به مطابق گزارش‌های معتبر بین‌المللی شناخته می‌شوند. کشته شدن رهبر القاعده و آقای عمر عضو دیگری القاعده و همچنین حضور نیروهای تحریک اسلامی ازبکستان، طالبان تاجیکستان، نهضت ترکستان شرقی و نهضت امارت قزاقستان و قرقیزستان و همچنین گروه لشکر طیبه و سایر تروریست‌های پاکستانی همش نشانگر این است که طالبان برخلاف تعهداتشان که در دوحه انجام دادن هنوز هم نه تنها که با تروریستان قطع رابطه نکردن بلکه رابطهشان مستحکم تر شده. تشکر. آقای شیرزاد، از شما میخوایم بپرسم که این حملات هدفمند که به هزارها صورت میگیره آیا این شما نسل کشی مینامین؟ طالبان این اصلا قبول نمیکنن که حملات هدفمند به هزارها است؟ نه سعی کنین ما پیش از اینکه به این سوال پاسخ بدم برای دکتر صاحب یک چیز میگم که در افغانستان هیچ گروه تروریستی فی الحال موجود نیست. لشکر طیبه و دیگه و تاجیکستان و ازبکستان یک محض افواهات است و دکتر صاحب محترم به پاکستان لابیگری میکنه در امو گپای شهباز شریف که خودشان در جلسه جمعی جهانی گفته بود امور لابیگری میکنه و از این معلوم میشه که دکتر صاحب و هم سنگرانش از کجا آب میخوره. و یک چیز دیگه به حملات مردمی ما صحبت میکنم شما باز بگید. شما بگید نه جواب بده. رهبر القاعده کجا کشته شد؟ رهبر القاعده شما ثبوت دارین که در اونجا امروز رهبر القاعده سر کرد در پاکستان کشته شد؟ ثبوت جهانی هست. حل ظواهری یعنی در کابل در پاکستان کشته شد و شاید امیر هم در پاکستان کشته شده باشه چون طالبان بسیار زیاد ادمی. یک چیزی ما بگم من نمیفهم دکتر صاحب و همسنگرانش شما ببینید طالبان همین حال بسیار مشکلات جدی همراه پاکستان داره در خطهای مرزی غیر قانونی دیورند. شما ببینید هر روز اونجا جنجال صورت میگیره، فوجیان پاکستانی اونجا کشته میشه. شما چند روز پیش دیدین که 5 پاکستانی اونجا کشته شد و هر طالب هر کسی امارت اسلامی با پاکستان مشکل داره، حتی با سوی بلند مشکل داره و شما مشکل ندارین. شما لابیگری میکنین برای پاکستان.
آقای شهزاد، حالا گزارش ها وجود دارن، خیلی کوتاه میخوایم بپرسیم حالا گزارش ها وجود داره که القاعده در صفوف جنگی طالبان امروز تعلیم میبینن و حضور دارن. طالب چی نیاز داره برای القاعده و چیزا؟ چی نیاز داره اصلا؟ شاید نیاز برایشان. شما در فرانسه چی کردین؟ اونجا جلسه کردین، صریحا گفتین که خراسان اینا خراسان میخواین، اینا یعنی خراسان داعش میخواین. شما امرایشان تعهد کردین و حملات علیه برادرای هزاره امام از طرف داعش انجام میشه و در فرانسه شما اظهار کردین، امی برادرای ما اظهار کردین که خراسان و کسایی که خراسان میونه داعش میخواه، اینا امرایشان یک تعهد داره. پس والله امی حملاتی که برای مردمی بیگناه هزاره ما میشه از طرف همی داعشان و همیانشه که بغاوت هستن، جبهه بغاوت هستن، از طرف اونا. پس در 20 سال گذشته آقای شیرزاد حملاتی که صورت گرفت و طالبان هم به عهده گرفتن، کی به عهده گرفت؟ طالبان برای ما یک ثبوت نشان بدین که طالبان به عهده گرفته. آقای شیرزاد مشکل می است که گزارش ثبوت همه چیز طالبان به گونی همیشه رد میکنن، انکار میکنن. چرا در موجودیت 42 ممالک و استخبارات امریکا ما به این توانی را نداشتیم که یک ثبوت جمع کنیم؟ چرا ما سوال داریم از شما، چرا ندارین یک ثبوت جمع کنیم که والله اینمی طالب کار کرده و در اینجا؟ آقای شهزاد ثبوت چگونه جمع شود زمانی که حتی ویدیو وجود داره، مثلا از طالبان که اسیران جبهه مقاومت تیرباران کردن، اصلا پس دوباره طالبان این کار کردن که کار نکردن، از خیلی چیزا حتی ویدیو وجود داره، گزارش وجود داره، همیشه اونا رد میکنن. نه، درباره همو ویدیویی که نشر شده ما هم قبول داریم به حیث یک افغان و ما هم سرشان انتقاد کردیم و این نیست که ما باز یک طرفه قضاوت کنیم. ما هم انتقاد میکنیم، کلی مردم افغانستان انتقاد میکنه و اسیر بودن و را باید نمیشدن، ولی چیزایی که عمومی هستن، مشکلات زیاد هستن، اینجا باز ما یک طرفه قضاوت باید نکنیم. شما خودتان دکتر صاحب خودتان از شهباز شریف لاگیگری میکنه، این مشکل نیست برای شما که ایجاد مشکل است، که نقطه مشکلات افغانستان است، از اون لاگیگری میکنه. ولی شما به پنشیر میرین و اونجا یک ویدیو را به کل مردم به حیث مشکل که یعنی کلان مشکل هستن. کلان مشکلی ما و شما کجا هستن؟ پاکستان هستن و ما و شما برایشان لاگیگری میکنین. آقای شهزاد، حالا گروهی که طالبان، یعنی گروهی که انتحاری فرهنگش است، چطور بتونه هزارها امروز به طالبان اعتماد کنن و بگوین که اونا امنیتشان تامین میکنن؟ اول خود طالبان گروه نیستن، طالبان یک نظام هستن در افغانستان. فی الحال شما ببینید امریکا امرایشان در امریکا و جهان امرایشان در تعامل هستن. شاید شما به زودی خبر شدید یک چند مشکل هستن و اگر او حل شود باز دیگه شما شاید ببینید هر چیز او یک نظام است. فی الحال در افغانستان انمی انتحاری و چیزا تاریخش دیر شده. شما هم از زمین برادرای ما پرسان کنین که شما چرا به خانه های مردمی رفتین که او هیچ طالب نبودن و در مابین خانه استاد شدین به ناموسشان برشان با زور برسان سر تحمیل کردین که شما طالب هستین. شما از این کدام روز پرسان کردین؟ از زمین برادرای ما پرسان کردین؟ تا 2008 هر جوانی که در نظام بودن امرای دریشی به قریجات می رفتن، ولی شما که وقتی که به زور آمدین مردم تحریک کردین که از پشت طالب جور کردین. شما اونجا کدام سوال میکنین؟ تشکر آقای شهزاد. برمیگردیم به شما آقای بارز. از شما میخوایم بپرسم که این گسترش فعالیت‌های مسلحانه و خیزش‌های مردمی فکر میکنین به یک درد سر به طالبان تبدیل شود؟ بسیار تشکر. اجازه بدین قبل از اینکه ما به سوال شما بپردازم یک چند نکته را توضیح بدم. فکر میکنم مهمترین گپ برخورد قومی طالباست که انکار میشه و حالا نمیشه که انکار کرد، چون عملا وجود داره، گزارشات و منابع بین المللی تایید میکنن. کوچهای اجباری که در افغانستان توسط از اینها صورت گرفت، قتل عامه‌های مردم ملکی که صورت گرفت، اینا عفو عمومی اعلان کردن، بیشتر از 1000 نفر را کشتن که این گزارشات منابع بین المللی است که من به اساس رفرنس از صحبت میکنم. اینا رو نمیشه که نادیده گرفت.
بس دیگه طالبان و پاکستان هستند. دوست ما متاسفانه بسیار کورکورانه مرا متهم کرد که لابی میکنم با آقای و صدراعظم پاکستان. من یکی از منتقدان حکومت آقای کرزی هم بودم، آقای غنی هم بودم و بحث‌های کلانی که در سطح جهان راه میندازه. شما برین ببینین که ما چقدر منتقد پاکستان ایران هستم. طالبان هنوز هم خانه هاشان، فرزنداشان در پاکستان هست، مراکزشان در پاکستان هست. ISI همین امروز اگر بخواه میتونه به جای طالبان تصمیم بگیره و این اندازه تاثیرگذاری در بالای طالبان. این طالبان یک گروه ساخته و پرداخته شده ای است که همه میدانن، جهان میدانن که نقش اول را پاکستان داره. نمیشه که با این اتهامات طالبان را یک گروه ملی جلوه داد. پاکستانی ها تا همین لحظه دارایی‌هاشون، فرزندای تمام رهبراشون در پاکستان هستن و درس میخوانند. اگر قبول ندارین ما آدرس‌هاش به شما بفرستم. در 30 سال 20 سال گذشته هم تمام رهبران طالبان در پاکستان بودن یا بعداً یک تعدادشون به قطر برداشتن توسط آمریکایی‌ها. اما در مورد او دوستای ما که شعار خراسان خواهی اینا سر میتن، این آقای شیرزاد مرا نمیشناسه. ما یکی از جمله کسایی هستم که مخالف تجزیه افغانستان هستم، مخالف بحث طرح خراسان هستم در مقطع فعلی، مخالف حتی فدرال هستم. اینا نمیشناسن مرا که گپا رو مطرح میکنن. اما با ارتباط فعالیت‌های نظامی که شروع شده، این فعالیت‌های نظامی از ناگزیری شروع شده. طالبان نه نظام هستند، نه مشروعیت دارند و نه حاضر هستند مطابق فیصله هایی که به اساس از او اینا به صحنه آمدن حکومت همه شمول را قبول کنند. حتی اینا حاضر نیستند که یک تظاهرات مدنی زنان را در افغانستان تحمل بکنند. هیچ راهی برای مردم افغانستان نمانده غیر از قیام مسلحانه که حقشان است. و ما به این خاطر که طالبان همه راه ها را بسته از اون مردم حمایت میکنم و او قیام در پکتیان باشه حمایت میکنم، در قندهار هم باشه حمایت میکنم، در هرات هم باشه، در بدخشان هم باشه، در پنجشیر و در فاریاب هم. من از شما یک خواهش دارم که دور بعدی که مرا میهمان کردین یک آدمی را همراه ما دعوت کنید که اقل اخلاق مدار باشه و اطلاعات کامل داشته باشه در مورد افغانستان. ما حق میتیم با آقای شیرزاد که حامی طالب باشه، ولی به این شکل یعنی دکتر صاحب وقتی که شما در 7 سال از یک ولسوالی 350 نفر جنرال کردید، اجازه بدین آقای شیرزاد، اجازه بدین آقای وارث صحبت خودم تمام بکنن. دکتر صاحب میگه که یک کسی که با اخلاق باشه خودشان شما ببینین که اخلاقش تا چه هستن که آقای شیرزاد بعد از آقای وارث هم دوباره بر شما برمیگردیم. مشکلی نداره، هیچ انتقاد باید نشود، ولی اینجا باید شما نوبت میدیم، شما هم صحبت‌های خود را میتونین بکنین. حالا وقت میدیم با آقای وارث صحبت‌های خود را داشته باشید. از دایره بیرون میشه، ما باید بگویم. نه شما از دایره بسیار بیرون شدین، ما گوش کنار خودتونه. لطفاً این یاد بگیرید که حرف طرف مقابل بشنوین یا داشت کنین با جواب بدین. او اتهام را که شما مطرح میکنین ما پنشیری نیستم که شما به ما اتهام بزنین. شما حامیان نشستین. ما حامی عدالت هستیم، حامی مردم هستیم. او قنداری باشه، پنشیری باشه، بیشتر گفتم هراتی باشه، فرق نمیکنه. خب یک آدمی آمده حامی طالب باشه حقش است، ما نمیگیم، ولی حداقل واقعیت‌های امروز افغانستان رو به درک داشته باشه، میتونه هم سطح ما بحث بکنه. حالا بحث جنرالای پنشیر به ما چی که به ما مطرح میکنه. خب ما دارم با منافع ملی افغانستان گپ میزنم، با من میگه که والله شما لابی برای پاکستان هستین، در حالی که گروهی را خودش طالب میکنه هنوز هم خانه‌هاش در پاکستان است، بچه‌هاشون در پاکستان درس میخوانن، تجارتشون اونجا است. ما از تجارت‌های مواد مخدرشون از رهبرای طالب خبر دارم که با پاکستان شریک هستن، با ایران شریک هستن. اینها رو نمیشه نادیده گرفت. اما با ارتباط سوال شما میخوایم کوتاه بگم اوست که فعالیت‌های نظامی که در افغانستان شروع شده یا شروع می شود از ناگزیری مردم افغانستان است. افغانستان 40 سال در جنگ و بحران بود. حداقل تا 6 ماه اولی حضور طالبان، من از جمله کسایی بودم که در تمام رسانه‌ها و بحث‌های بین‌المللی شرکت کردیم، گفتیم جنگ راه حل نیست، ولی طالبان هیچ راهی نگذاشتن. قانون اساسی تعطیل شد، انتخابات را به رسمیت نمیپذیرند، حقوق زنان را به رسمیت نمیشناسند، حقوق بشر را به رسمیت نمیشناسند. شما میگن از هر قشری در هر سطحی هستین بیان با ما بیعت کنین. بنابراین مردم از ناگزیری میرن سلاح میگیرن جنگ میکنن، وگرنه مردم جنگ خوش ندارن. بنابراین در این شرایطی که طالبان همه راه ها را بسته برای مردم، اگر مردم سلاح میگیرن قیام نظامی میکنن حقشان است و این جنگ مشروع است. و طالبان به عنوان یک گروه نیابتی که تمام داشته های افغانستان را به صفر
برده و نابود کرده و داره میزبانی میکنه از 21 گروه تروریستی که راپورهای معتبر بین المللی تایید میکنه. نمیتونه به شکل دوام بیاره. دو راه داره طالب، یا باید به اراده مردم تمکین بکنه. اراده مردم هم جدا از خواسته های کشورهای منطقه و جهان نیست که حکومت همه شمول میخوان. اگه قرار باشه طالب با اون سواد نداشته است، با اون ظرفیت نداشته است، تاکید بکنه که در افغانستان حاکمیت بکنه بدون در نظر داشت دیگر گروه های سیاسی و جریان های مردمی اصلا امکان نداره. جوان سپاس آقای بارز، جواب شما را گرفتیم. آقای شیرزاد به شما برمیگردیم. از شما میخوایم بپرسم که در تازه ترین مورد آقای محقق گفته که صبر هزارها هم در حال تمام شدن است و اینا هم شاید رو به مقاومت بیارن. چی فکر میکنین این سخنان چقدر جدی است؟ جناب محقق صاحب خوب بیشتر در وقتی که حکومتشان هم بود بسیار زیاد مقاومت کرده بودن. شما شاهد هستین با گپ‌های جناب محقق در افغانستان هیچ کس گوش نمیکنه. باور کنین این مردم دیگه مسترد شده از طرف مردم افغانستان. مردم افغانستان دیگه اینا را هیچ نمیخواد. شما ببینین که در وقتی که خودشان یک پادشاه بودن، در منطقهشان پادشاه بودن، به هیچ رئیس جمهور هم حتی داخل شدن به مناطقشان نمیدادن. در اون وقت هم این چیزی کرده نمیتونستن. آمیال باید چی بکنه؟ ما هیچ سرشان بحث هم نمیکنیم، به بحث هم نمیارزه. ولی یک چیزی برد بگم که دکتر صاحب خود دیگه باید بفهمد که بحث شما وقتی که یک طرفه باشد حتما به شما جواب یک طرفه داده می شود. شما همین حال ما که پاکستان یاد کردیم شما گفتیم که نه، خب به خاطر که شما تنها یک طرف گرفتین و هیچ عدالت خواه نیستین دیگه. محقق هیچ بحثی نداره که یعنی حرفایشان قابل از این نیستن که جدی گرفته شما. گفتی شما باور کنین این چیزی نمیشه. باور کنین اینا بیخی مسترد شده از طرف مردم افغانستان. شما ببینین امواج نیوز و امی شاید ثبوتام دارن، عطانور گفتن که با میلیون ها نفر ما در مقابل همون نظام استاد میکنیم. چی شدن؟ دوستم چی شدن؟ در یک موتر گریختن. خلاص اینا مسترد شدن. اگر مسترد نمیشتن واسه چرا گریختن؟ آقای شیرزاد، به عنوان پرسش اخیر از شما میخوایم بپرسیم که حرکت‌های مسلحانه و مقاومتی یا مردمی به نظر شما یا باعث میشن که طالبان مسیر خود را تغییر بدن و حاضر شوند به یک حکومت همه شمول و منتخب؟ ببینین امی به خیال ما، به فکر من، حرکت‌های مسلحانه هیچ فایده ای نداره و هیچ شاید مشکل برای طالبان برای حکومت اسلامی افغانستان، امارت اسلامی ایجاد نکنه. ولی یک چیزی که باید ما با مردم افغانستان جمع شود امرایشان ببینن، از طریق گفتمان امرای طالبان بشینن که در کجام ده مشکل هستن، برایشان بگن که در اینجا مشکل هستن. ولی مسلحانه، اقدام مسلحانه، حرکت های مسلحانه دیگه در افغانستان تاریخش دیر شده و هیچ کس کامیاب هم نمیشه و هیچ امارت اسلامی برشان هیچ توجه هم نمیکنه. برشان میگن که شما سرکوب میشین. حالا اگر طالبان حاضر نشن که یک حکومت همه شمول بسازن، حکومت منتخب، به نظرتون طالبان افغانستان به کدام سو میبرن؟ خواهر عزیز، همه شمول ما نمیفهمیم که همه شمول این تابال هیچ تعریفش نشده. یعنی همه شمول به این معناست که همه شمول به این معناست چون حال همه میدونن که تقریبا همه حکومتداران طالبان پشتون هستند و به یگونی از اقوام دیگر هیچ کس حضور نداره و اقوام دیگر به یگونی از این در حراسند که اونا حذف میشن، اما سیاست و به همین گونه قومیتشان، زبانشان و همه چیز. سعی کنین طالب هیچ به قوم و به قومیت هیچ اهمیتی در مقابل اسلام نمیده. اونا یک نظام اسلامی هستند، نظام اسلامی میخواهند در افغانستان. شما دامی یک سال که گذشته شما ببینین اگر در یک ولایت پشتون نشین خدمتی شده باشه و در ولایت برادرای تاجک نشین خدمتی نشده باشه، شما ببینین حتی در پنشیر جنگ هم هست ولی بیشترین کمک بر پنشیر میشه. برای ننگرهار، برای پکتیا، برای مناطق اینا کدام چیزی نداده که زیادتر برایشان کمک شود.
اینها یک ایدئولوژی هستند. امارت اسلامی به معنای قومیت و تعصب و اینا چیزا در افغانستان نامده، هیچ اهمیت هم برشان نمیده. تشکر، سپاس از شما آقای شیرزاد و همچنان از شما آقای بارز. برنامه در همینجا به پایان میرسد. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.